درود و هزاران هزار درود خدمت شما بینندگان بسیار محترم. دیدات هستم و با قسمت دیگه ای از سری برنامه‌های ویدئویی فلسفه کاربردی با دیدات خدمتتون رسیدم تا موضوع با اهمیت دیگه ای رو در چارچوب فلسفه کاربردی با همدیگه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. تو این برنامه میخوام در رابطه با مفهوم بسیار مهم دغدغه صحبت کنم. دوستانی که خب به هر حال سالهاست ما رو دنبال میکنن و با نظریه کار دل ما آشنا هستن میدونن که فرمولی برای کار دل عرضه شده در نظریه و اون هم بحث استعداد علاوه علاقه علاوه دغدغه است. یعنی سه مؤلفه در کنار هم دیگه بحث کار دل ما رو میسازن، یعنی هم نهشتی و اون قدر مشترک این سه مؤلفه کار دل ما رو رقم میزنه. استعداد که یک مقوله طبیعتی و ژنتیکی هست، علاقه یک مقوله تربیتی و محیطی هست، دغدغه یک مفهوم فراساختاری اگزیستانسیال وجودی فلسفی و ماهیتی است که خب ما پیشتر در رابطه‌اش نوشتیم. حالا توی این ویدیو اندکی هم می‌خوایم به صورت شفاهی در رابطه‌اش با شما گفتگو کنیم. سوالی که پرسیده میشه این هستش که ریشه دغدغه‌های ما چیست؟ ببینید، ریشه دغدغه‌های آدمی جراحت‌هایی است که به هر حال در جریان زندگی بر وجود ما وارد میشه و عارض میشه. ما در جهانی زندگی میکنیم که تنازع بقا یکی از قوانین بنیادین و واقعیت عریانش هست. از این رو در فضایی که تمامی موجودات برای باقی موندن در حال نبرد دائمی با هم دیگه هستن، این اجتناب ناپذیره که ما به شدت زخم بخوریم و جراحت برداریم. همه ما در حقیقت میشه گفت هستندگانی مجروح هستیم که در حقیقت زیستن در عالم و بودن در جهان زخم‌هایی رو بر پیکر ما وارد آورده. این جراحت‌ها دو سرنوشت مختلف رو از سر می‌گذرونن. یکی این که امکان داره به عقده‌ها تبدیل بشن که عموم آدم‌ها در حقیقت در این کاتگوری و در این رسته قرار می‌گیرن، یعنی زخم خوردن و عقده‌ای شدن. این گزاره از من مشهور شده که بیش از 80% آدمیان عقده‌ای هستند، یعنی مجروح شدن و این جراحت‌ها رو عیناً به دیگران وارد می‌کنن تا حالا خودآگاه یا ناخودآگاه اندکی از اون درد این جراحت‌ها نزد اینها کم بشه. یک کمتر از 20% آدم‌ها افرادی هستن که جراحت برداشتن، زخم خوردن، اما جلوی این مسئله رو میگیرن و اجازه نمیدن زخمی که خودشون خوردن به دیگران هم زده بشه. ما اینها رو افراد دغدغه‌مندی میدونیم که این دغدغه همونطور که عرض کردم بیش از 80% کار دل ما رو برمیسازه و ولی خب کمتر از 20% آدم‌ها به این دغدغه میرسن. البته خب اینجا یک عنصری بایستی که بهش اشاره بشه و روش تاکید داشته باشه، اونم بحث بسیار مهم اراده است. چه اراده‌ای؟ اراده معطوف به تاثیرگذاری یا خواست تاثیر عملاً میاد وسط و ما با دستان اراده مرهمی برای زخم و جراحت وجودی خودمون دست و پا میکنیم و به این ترتیب عملاً هم این مرهم به درد خودمون و به کار خودمون میاد و هم مرهمی میشه برای زخم‌های سایر انسان‌ها که شاید از زخم‌های مشابهی یه جورایی میشه گفت در رنج هستن. بنابراین برای اینکه جراحت ما به دغدغه ما تبدیل بشه، اینجا این اتفاق با واسطه‌گری اراده ما رقم میخوره. یک اراده بعد به خرج در حقیقت اراده خرج بشه تا عملاً میشه گفتش که مرهمی فراهم بشه و در حقیقت جراحت ما عفونی نشه، عفونتش وجود خودمون و سایر در حقیقت میشه گفت اعضای جامعه رو درگیر نکنه و ما به این ترتیب به یک انسان دغدغه‌مند مبدل بشیم. پس جراحت به علاوه اراده معطوف به تاثیرگذاری یا خواست تاثیر هست که عملاً فراهم آورنده دغدغه‌ای است که اساس کار دل ما رو تشکیل میده. و اگر بخوام خیلی ساده بگم، این مرهم عملاً کار دل ماست. کار دل ما یه جورایی میشه گفت مرهم زخم وجودی ماست و عملاً سبب ساز این میشه که من هم زخم خودم رو مداوا کنم، هم اگر دیگرانی از زخم مشابهی در رنجن به این ترتیب از رهگذر تحقق و تجلی کار دل من اونها هم در اصل میشه گفتش که شفا پیدا کنن و وجودشون از یک وجود متعفن عقده‌ای در اصل میشه گفتش که فاصله بگیره و اونها حالا به طریقی به سعادت خودشون نزدیکتر بشن.
اگر بخوام یه جنبندی خیلی خلاصه‌ای داشته باشم، خواهم گفت که بخش زیادی از کار دل ما رو دغدغه ما تشکیل میده. دغدغه ما ریشه در جراحت ما داره و اگر اراده‌ای در راستای ترمیم این جراحت و درمان این جراحت صورت بگیره، مرهمی آورده میشه که کار دل ماست و این مرهم به کار خودمون میاد، هم به کار سایر انسان‌هایی که اونها از وضعیت نسبتا مشابهی با ما برخوردار هستن. وقتتون رو بیش از این نمیگیرم. امیدوارم که جواب سوالاتون رو در باب هستی شناسی دغدغه‌های بشری از این ویدئوی کوتاه نسبتا گرفته باشید و اگر سوالی هست حتما با ما مطرح کنید و تلاش خواهیم کرد که در کارهای بعدی بهش پاسخ بدیم. براتون بهترین آرزوها رو دارم و امیدوار هستم که با دستان اراده شما مرهمی برای زخماتون آورده بشه و در حقیقت هم بتونید خودتون رو نجات بدید، هم جامعه خودتون رو.